یک کلاس آموزشی بذارم من به وزیران مملکتم بخوام درس بدم، تکلیف مشق شب بهشون میدم، میگم شما موظفی هر هفته لااقل یک غزل سعدی بخونی حفظ کنی. چند هفته بگذره این آدم میشه. واقعا باور کنید غزل سعدی، تو نمیتونی غزل سعدی بخونی و بدجنسی کنی، خشونت ترویج کنی، نگاه بدی به انسان داشته باشی. سعدی زبان شفاف تر که ازش آب میچکه، تو وقتی میخونی فقط کیف نمی کنی، یک جهان قشنگ رویایی از طریق کلمات به تو منتقل میشه. یه شب در میون قبل از خواب بعد از شام یه رباعی خیام بخونی دیگه دروغ نمیگی. تجویز جدی ها، فکر نکنی من دارم شعار میدم. رباعی خیام رو با دقت بخونی اصلا خواب از چشمت میبره، فکر میکنی که این همه تلاش و این همه دوندگی و این همه حرص یعنی چی؟ اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین خط معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. واقعا این رباعی رو روش مکس کنی ممکنه که رشوه بگیری، ممکنه که اختلاس کنی، ممکنه که دروغ بگی، ممکنه که منفعت طلبانه به دیگران ستم کنی. این اگر میشد ادبیات رو رواج بدیم بین آدم ها، اون وقت همه یک حد تعادل قشنگی تو رفتار و نگاهشون پیش می اومد. من فکر میکنم ادبیات خیلی مهمه در جهان